این داستان خیلی باله. میگن یه قاضی درستکاری بوده که از دزدای کف شهرش تا کاسبای علاخورش همگی رو اسمش قسم میخوردن. بعد از سالها قضاوت یه روز پرونده یکی رو میارن پیشش که وقتی اسمش رو میبینه چشش رو اسم گیر میکنه، قلبش شروع به تپش سنگین میکنه. این اسم همون کسی بود که پشت هر خاطره جوونیش بوده، رفیق تورگیش بود. توی پروندهش نوشته بود که ازش مواد گرفتن، بدون اینکه ببینتش پروندهش رو موکول میکنه به فردا. تموم اون شب رو بیدار میمونه، یه طرف ترازوی عدالت رو نگاه میکرده، یه طرف رفاقتش رو. صبح که میشه استعفا میده و بعدش هم خودش رو تحویل میده. حالا به چه جرمی؟ پاسوز رفاقت شده بود. توی جرمش نوشته بود که من با رفیقم همدست بودیم، با هم مواد جابجا میکردیم. اون مواد نصف بیشترش واسه منه. حالا چرا این کارو کرده بوده؟ چون پرونده رفیقش رو که خونده بوده مطمئن بوده که رفیقش با این حجم از مواد مطمئنا اعدام میشه. واسه همین تصمیم گرفته بوده جرم رفیقش رو به جون بخره تا جون دادنش رو نبینه. نه، گاهی اوقات عدالت هم کم میاره جلوی رفاقت. اون روز یه قاضی مرد تا رفیق زنده بود. سلامتی اون قاضی که وقتی دید مجرم به رفیقشه حکم نداد، استعفا داد. اینم بفرست واسه همون رفیقت که حاضری واسش این کارو کنی.